تنهایی فقط این نیست که هیچ کس دور و برات نباشه. گاهی وسط شلوغ‌ترین جمع هم تنها میشی. وقتی حس میکنی هیچ کس صداتو نمیشنوه. وقتی درداتو میریزی توی خودت چون میدونی گفتنش هم چیزی رو عوض نمیکنه. تنهایی انگار مثل یه اتاق تاریکه. نه اونقدر ترسناک که فرار کنی، نه اونقدر راحت که توش بمونی. یه جایی وسط همه چی. جایی که فقط میذاری روزا بگذره. گاهی دلت میخواد یکی فقط کنارت باشه، حرف نزنه، قضاوت نکنه، فقط باشه، همین. ولی خب همیشه کسی نیست. سخت وقتی هیچ کس نمیفهمه پشت لبخندات چی قایم کردی. سخت وقتی گوشی رو ور میداری 100 تا اسم جلوت میاد اما هیچ کدوم رو نمیزنی چون نمیدونی چی باید بگی. تنهایی همین لحظه هاست که پر از آدمی ولی خالی. اما میدونی تنهایی همیشه هم بد نیست. یه وقتایی درست همون جاییه که تو رو با خودت روبرو میکنه. اجازه میده به خودت فکر کنی، بفهمی چقدر خودت مهم، بفهمی که گاهی جز خودت برای هیچ کس اونقدرها هم مهم نیستی. یهو میبینی داری با خودت برمیگردی، قدر خودت رو بیشتر میدونی و یه روز بدون اینکه بفهمی حس میکنی با همین تنهاییت حال میکنی. اونجاست که دیگه نمیخوای از کنج تنهاییت بیرون بیای، چون ارزش واقعی خودتو فهمیدی و این شاید قشنگترین بخش تنهایی باشه.